میگن حضرت اسرائیل پیش حضرت داوود آمد. حضرت اسرائیل پیش حضرت داوود نبی آمد، گفت که من انت. حضرت داوود پرسان کرد که شما کی هستین؟ شما مهمان که آمدین کی هستین شما؟ حضرت اسرائیل گفت که مرا نمیشناسی؟ من لا یهاب الملوک ولا یمنع من القصور ولا یقبل الرشا. گفت من اونم تو یک کسی هستم که از هیچ پادشاهی نمیترسم، هیچ قصر و بلدینگ و سیم خاردار جلوی مرا گرفته نمیتونه، هیچ رشوه و فدیه و کفاره و پارتی و پول و پاره را نمیپذیرم. اونم تو یک آدمم، مرا نمیشناسی؟ از هر جا میتونم وارد بشم، هیچ فدیه و کفاره و پول و پاره را قبول نمیکنم، جلوی مرا هیچ سیم خاردار گرفته نمیتونه. اونم تو یک آدمم، اونم تو یک کس هستم. حضرت داوود خب پیغمبر بود، گفت فاذا انت ملک الموت، خی تو اسرائیلی، ای تو کسی که این صفات داره، خب آنچه که من میشناسم تو اسرائیلی. بعد گفت آری من اسرائیلم. گفت خب به خاطر چی آمدید؟ ولم استعد بعدو. حضرت داوود گفت من خو آمادگی ندارم. چطور آمدین شما؟ من خو آمادگی ندارم. حضرت اسرائیل گفت که داوود، یا داوود آمادگی نداری؟ این فلان قرینک، اون همسن و سالای تو کجاست؟ اینجا خب دیده نمیشه در قریه شما از همسن و سالات خب کسی نمانده. این فلان جارک، او همسایه های شما کجاست؟ یکیش همسایه خود دیده نمیشه، همه رفتن، شاهان همه رفتن و خاقان همه رفتن، که شما چطور آمادگی ندارید؟ ما كان لك في هؤلاء عبره لتستعد. تو همی قدر پند و اندرز نگرفتی؟ همسایت تابوت همسایه بر آمد و تابوت همسن و سالت بر آمد و 80 ساله ها و 90 ساله ها همه رفتن، تو هنوز آمادگی نگرفتی؟ چطور آماده نگرفتی؟ حضرت اسرائیل به حضرت داوود گفت. لذا اون در احادیث و روایات هم آمده، بزرگان میگن امیر ریشی سفید ما، اون همی یک در حقیقت سفیر و پیکرسان و صندوق پستی و نماینده‌ای که تلنگری در وجدان تو کم کم بالاخره زکنال میته. این یک تار موی سفید شد زکنال میته که مرگ نزدیک شده.